یه راه حل بسیار جذاب و جالب برای محاسبه جرم اتمی میانگین ایزوتوپ ها که مربوط به شیمی دهم هست رو با هم دیگه بررسی میکنیم. خب برای به دست آوردن جرم اتمی میانگین ایزوتوپ ها بچه‌ها این فرمول جدیدی که میگم استفاده بکنید که سرعتتون بره بالا. شما فرض کن 3 تا ایزوتوپ داری M1 مثلا M2 M3. فراوانی فرضش F1 F2 و F3. درست؟ خب این سعی کنید که مرتب باشه، یعنی باشه مثلا سبکترین، این باشه چی؟ این باشه سنگین ترین. پس اینا رو بر اساس جرمشون مرتب بکنید. حالا از این فرمولی که میگم جرم اتمی میانگین حساب کن. جرم اتمی میانگین مساوی است با سبکترین جرم که میشه M1 به علاوه اختلاف جرم 2 با جرم 1 یعنی ایزوتوپ 2 با ایزوتوپ 1 ضرب در فراوانی ایزوتوپ 2 تقسیم بر فراوانی کل. لازم نیست اینجا به درصد تبدیل کنید، نیازی نیست. درصد بود درصد بذار، تعدادم بود تعداد بذار، مهم نیست. به علاوه اختلاف ایزوتوپ شماره 3 با ایزوتوپ شماره 1 ضرب در فراوانی 3 به فراوانی کل و الی آخر ادامه بدید. خوبی این روش اینه که بچه‌ها سرعت عملتون خیلی زیاد میشه، به طور چشمگیری زیاد میشه. حالا بریم یه تست از کنکور رو با هم دیگه بررسی بکنیم. خب سال 1404 تجربی بوده نوبت اول. خب گفته آقا جرم اتمی میانگین عنصری با 2 ایزوتوپ 28.2 AMU است اگر تفاوت جرم 2 ایزوتوپ برابر 2 واحد، تفاوت جرمشون برابر 2 واحد و درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین‌تر 4 برابر درصد فراوانی ایزوتوپ سبکتر باشد. جرم اتمی ایزوتوپ سنگین‌تر از ما خواسته. خب عرضم بزرگ شما که ببینید شما فرض کنید M1 دارید M2 دارید، درسته؟ میگه که فراوانی ایزوتوپ سنگین‌تر 4 برابر سبکتره، یعنی اگر شما F1 رو بگیری مثلا X، F2 مساوی است با 4X، درسته؟ بعد جمع این دوتا میشه 5X دیگه، یعنی شما به درصد تبدیل نکن. خب میانگین چنده؟ میانگین 28.2 هستش. ببینید اینجا گفته 28.2. خب سبکه چنده؟ نمیدونیم. M1 به علاوه اختلاف M2 با M1 چنده؟ ببینید خود سوال گفته 2. اختلاف M2 و M1 2 ضرب در فراوانی دومی چنده؟ 4X. فراوانی کل چنده؟ 5X. این 5 از کجا آمد؟ از جمع این دوتا اومد. درست شد؟ همینجا X رو با X ساده کن. درسته؟ 2 4 تا 8 تا 8 تقسیم بر 5 دیگه، نه میشه 8 پنجم. 8 پنجم یعنی 8 تقسیم بر 5 یعنی 1 و 3 تا 6 تا. ببند لاماس. نه همینجا یک لحظه نمیخواد، کاتش میکنه. نمیخواد. بعد کاتش میکنه. خب بچه میانگین بهمون داده چنده؟ 28.2 مساوی است با سبکترین جرم چنده؟ نمیدونیم M1 به علاوه اختلاف دو تا جرم یا دو تا ایزوتوپ چنده؟ 2 واحد، اینم 2 ضرب در فراوانی ایزوتوپ شماره 2 4X به فراوانی کل 5X. درست شد؟ خب X رو با X ساده میکنیم. 2 4 تا 8 تا 8 تقسیم بر 5 میشه 1/6. 1/6. بنابراین M1 مساوی است با اینو بیارم این طرف، یعنی 28/2 منها 1/6. درسته؟ خب 6 از 12 کم کنیم میشه 6، 1 از 7 کم کنیم میشه چند؟ میشه 6 و 2. بنابراین میشه 26/6. این میشه M1 مون. حواستون باشه این میشه چی؟ M1. از ما M2 رو خواسته، گفته سنگین ترین چنده. خب M2 خود سوال گفته دیگه 2 واtt بیشتره، یعنی چی؟ یعنی میشه 26/6 به علاوه 2 که میشه 28/6. حواست باشه که تو گزینه 1 هم شما 26/6 رو دارید که ممکنه تله آموزشی باشه و گزینه 2 میشه چی؟ میشه جواب سوالمون. پس اینو پاک میکنیم.